سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من ایکس لوزر هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. بچه ها، موضوع ویدیوی جدید اینه که من تستر کلن آیس شدم با لیدری IWLT و از فنها و فالوورهای IWLT تست مولتی گرفتم که ببینم هر کس سطح خوبی داره، هر کس برای کلن مجازه رو قبول کنم و وارد تیم آیس بشه. بچه ها، از خیلی ها تست گرفتم، خیلی ها رد شدن، خیلی ها قبول شدن. دلیل بر این نیستش که بازی کسی بد باشه یا حالا چیزی باشه. صرفا IWLT یه سری نکات رو به من گفتش، یه سری کارهایی که باید پلیرها انجام میدادن و به من گفتش برای قبول شدن تست و منم طبق همون معیارها یه سری پلیرها رو قبول کردم و یه سری ها رو رد کردم که نزدیک 200-300 نفر هم اومدن و من تست گرفتم. 2-3 روزه دارم پشت سر هم لینک میذارم توی چنل IWLT واسه تست گرفتن. بچه ها، اگر اومدید تست دادید و قبول نشدید اصلا ناامید نشید، یا دلیل بر این نیستش که بازیتون بد باشه، چون بازی همه به هر نحوی خوبه. یکی یه سبک جدایی داره، یکی توی سبک خوب بازی میکنه، یکی بد بازی میکنه دیگه. به هر حال یکی سبک هدگلیچش خوبه، یکی خطگیریش خوبه، یکی راشش خوبه، یکی اصلا کلا اسنایپش خوبه. ولی خب این اعضایی که ما قبول میکنیم توی این تست ها سبک بازیه که ما برای کلن آیس میپسندیم و اگر شما قبول نشدید، خب کلن های زیادی هستن که عضوگیری میکنند و تست میگیرن. اونجا برید 100% من میگم که قبول میشید. حالا اگر شما اینجا قبول نشدید، دلیل بر این نیست که بازیتون بخواد بد باشه. نه، من خودم دارم میگم همه پلیرهای ایران واقعا به هر نحوی بازیشون خوبه. حالا یکی یا پینگش بده یا دیوایسش بده یا چیزی. و خب بچه ها، اگر دست خودمون بود، باور کنید از تمام کسایی که من تست گرفتم همه رو قبول میکردم و میآوردم. ولی خب به هر حال یه کلنیه که نهایتا شاید 60 نفر، 70 نفر، حد اکثر 90 نفر بخوان قبول بشن و خب اون پلیرهایی که برتری بیشتری داشتن 100% قبول میشن. میگم شاید یه سری از پلیرها از نظر خودشون برتریای بیشتری داشته باشن نسبت به کسایی که قبول شدن، ولی خب اونایی که قبول شدن و شاید سبک بازیشون بیشتر به کار ما توی کلن آیس بیاد و بیشتر به دردمون بخوره. بچه ها، اگر یه وقت اومدید و کیک شدید توی روما، اصلا به خاطر مشکل داشتن یا چیز خاصی نیست، به خاطر اینه که ما نهایتاً 10 تا 15 نفر رو هر سری تست میگیریم و هر کی بعد از اون 10-15 نفر اول بیاد کیک میکنم، به خاطر اینکه خب اولویت با کسایی که اول جوین میشن و انقدر حجم پلیرها بالاست واسه تست دادن که خب نمیتونم همه رو گزینش کنم. بچه ها، راجع به نحوه تستگیری هم بخوام باتون صحبت کنم، این بود که 2-2 بود و مپ نوکتاون بود و اینکه من و سپی، یکی از بچه های آیس، مقابل 2 تا یار رندوم می نشستیم و بازی می کردیم و اصلا هم بازی به بردن یا باختن نبود. ما توی این تستا از خیلی ها باختیم، خیلی خوب بازی کردن و این چیزا، و حتی شاید باورتون نشه اونایی که ما رو بردن بعضیاشون حتی قبول نشدن به خاطر حالا سبک بازی بود که داشتن یا چیزی، مثلا یه مشکلی داشتن، حالا یه سری کارهای بن انجام میدادن و ما رد میکردیم. قانونایی هم که بودش این بود که کمپ نکنن توی 2 تا خونه های بالا، طبقه های بالا نرن، هدگلیچ هم وای نستن. یعنی اینجوری بود که کلا بازی راش باشه و ما ببینیم سطحشون توی راش دادن، رفلکسشون، ایمشون، موومنتشون چجوری هستش. واقعا من توی این 2-3 روزی که داشتم تست میگرفتم خیلی سطح خوبی از پلیرهای ایران رو دیدم. واقعا افتخار میکنم که ایران انقدر پلیرهای خوب داره، انقدر همه کار درستن و بازیاشون خوبه. با اینکه بچه ها این چند وقته تقریبا یه هفته هستش که پینگا واقعا بده. من خودم به شخص پینگم بهترین حالتش دیگه 60، یعنی همش 70-80، اصلا پینگا واقعا پایین نمیاد. الان داخل بخش پینگم که نگاه کنید دست راست میبینید بهترین حالت پینگی که دارم دیگه 57، اونم تو بعضی از مچ هاست. تو بیشتر مچ ها واقعا 80-70، حتی گاهن 90. و واقعا با این سطح پینگامون که داریم انقدر خوب بازی میکنیم، افتخار واقعا واسه پلیرهای ایرانی
که انقدر سطحشون خوبه. یعنی اگر جای دیگه بودیم یا حالا پینگامون درست بود، دیوایسامون درست بود، شرایط بهتری داشتیم، واقعا یک تمام گیمای دنیا بودیم. اینو من خودم به جد میگم، نه فقط کال آف دیوتی موبایل بلکه تمام گیما ایرانیا واقعا توش حرفه‌این و بازیاشون خوبه. با اینکه این همه پلیر سطح بالا من دیدم داخل این تستا تو این 2-3 روز، ولی خب میگم بازم خیلی تعداد محدودی رو من قبول کردم، خیلی تعداد محدودی گزینش شدن واسه کلن، به خاطر اینکه خب میگم ما رنک پلیر نیاز نداریم. یعنی کسایی که فقط رنک بازی میکنن یا حالا میگم بازیاشون هم خیلی خوبه توی رنک، همینجا که میبینید مثلا ایمای خیلی خوبی دارن، همش دارن منو وان شات هم میکنن. یعنی اچ پیم دقیقاً 1 میشه. هر وقت من رو در رو میشم با بعضی از پلیرها اچ پیمو واقعا 1 میکنن و خب این سطحشون رو میرسونه و اینکه چقدر ایمشون قویه و بازیاشون خوبه. ولی خب ما پلیرهای نیاز داریم که توی تورنمنت شرکت کنیم باشون، توی اسکریم های روسی، هندی، اینجور چیزا شرکت کنیم. و خب میدونید کشورهای دیگه هم شوخی بردار نیستن، پینگشون خیلی خوبه و دیوایساشون آیپد نباشه ولی بهترین موبایلای حال حاضر بازار رو دارن دیگه. و اینکه برای همینه که ما خیلی سختگیری کردیم و خیلی تعداد محدودی رو گزینش کردیم، به خاطر اینکه واقعا یه سریا بازیاشون خوب بود، حالا شاید دیوایسشون نمیکشید بنده خدا. میگم تقصیر خودشون هم نیست واقعا، یه سری کلن‌های دیگه برن توی هوا قبولشون میکنن و گزینش میشن توی اون کلن. ولی خب ما چون یه سری برنامه‌های حرفه‌ای داریم واسه این تیم و این کلن، مجبوریم که خیلی سختگیری کنیم. واسه همین میگم اگر یه وقت قبول نشدید واقعا ناراحت نشید، به خاطر اینکه مجبوریم که سختگیری بکنیم برای تورنمنت و اسکریم و اینا، چون واقعا دیوایس خیلی مهمه، پینگ خیلی مهمه. و واقعا گفتم چند دقیقه قبل اگر واقعا ما پینگ و دیوایس های خوبی داشتیم، از جانب همه صحبت میکنم دیگه، حالا من باز شرایطم شاید بهتر از بقیه باشه، ولی اگر واقعا پینگ و دیوایس های خوبی داشتن ایرانیا، واقعا یک کل جهان بودن توی دنیای گیم، به خاطر اینکه استعدادشو همه دارن. یعنی این استعدادیه که کل ایرانیا توی گیم‌ها دارن و واقعا یه موهبتیه که ما ایرانیا داریم. انقدر سطح واقعا کسایی که اومدن واسه تست بالا بود که من خودم الان اینجا دیدید دیگه، طرف واقعا من تا اومدم ایم کنم روش خیلی راحت منو زد. خب این یعنی ایمش یارو خیلی خوبه دیگه. و اینکه میگم نحوه مثلا تورنمنت ها چجوریه، تورنمنت وقتی شما شرکت میکنید باید از تمام بازی رکورد کنید و اینکه از تمام صفحه فیلم بگیرید. حالا ریکورد کردن همون فیلم گرفتن از صفحه‌ایه که مثل الان که دارید این گیم پلی رو میبینید. و خب اگر شما گوشی قوی نداشته باشید نمیتونید ریکورد کنید. اگر هم ریکورد کنید خیلی لگ میگیرید، گوشی داغ میکنه، بازیتون فریز میکنه و اصلا دیگه نمیتونید پلی بدید. واسه همینه که ما خیلی سختگیری کردیم روی موبایل ها، روی پینگا. خب اگر پینگ خوبی توی تورنمنت نداشته باشید تیر ریجستر نمیشه و مثلا میگم اگر شما از طرف تیم آیس توی اون تورنمنت شرکت کنید همون اول کار حذف میشید دیگه و تیم آیس نمیتونه نتیجه‌ای بگیره و خب این اصلا خوب نیست. ما میخوایم نتیجه خیلی خوبی بگیریم در آینده. داستان اسکریم هم اینجوریه که اسکریم از 3 تا مچ تشکیل میشه. مچ اول هارد پوینت، مچ دوم سرچ اند دیستروی و مچ سوم کنترل، که اکثرا هم با تیم‌های خارجی برگزار میشه، مثل هندی، مثل تیم عربی، مثل روسی و خیلی از تیم‌های دیگه. خب میدونید کسایی که توی کشورهای دیگه هستن پینگشون نسبت به ما خیلی برتری داره، یعنی قشنگ 20 تا 30 تا 40 تا پینگای ما با اونا اختلاف داره. برای همین میگم اگر مثلا یه پلیری رو گزینش میکنیم خیلی مهمه که مثلا پینگش حالا نسبت به بقیه پلیرها یکم بهتر باشه، پایدارتر باشه و حداقل دیوایس بهتری داشته باشه، 120 FPS داشته باشه، 90 FPS داشته باشه که بتونه برابری کنه جلوی اونایی که پینگشون بهتره. بچه‌ها با آخر ویدیو نزدیک شدیم و اینم بگم که توی این 2-3 روزی که تست گرفتم از شماها واقعا خیلی خوشحال شدم و افتخار بود برام.
و اگر بتونم وقتشو داشته باشم تستای بیشتری میام میگیرم. بچه‌ها خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودید. ممنون میشم اگر چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید و من تمام کامنت ها رو میخونم و نظراتتون واقعا برای من قابل احترام هستش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.